دوستان، تمرین مدیتیشن ذهن آگاهی از مدل اسکن بدن رو میخوایم انجام بدیم. این تمرین کمک میکنه که استرس کم بشه، تنش‌ها کم بشه، تمرکز بیشتر بشه و حالمون بهتر بشه. امیدوارم تأثیر مثبتش رو روی شما هم داشته باشه. خواهشاً در جایی باشید که ترجیحاً نشسته روی صندلی و محیطی ساکت باشه. میشه در حالت دراز کشم انجام بشه، به شرط این که خوابتون نبره. روی صندلی ریلکس بشینید، پشتتون صاف باشه، شونه ها کمی عقب. همینطور که آروم نشستید چشم هاتون رو ببندید. یه چند تا نفس عمیق، دم از بینی و بازدم از دهان که با شدت و عمیق باشه شروع می‌کنیم. نفس‌ها بسیار عمیق، به طوری که تا شکم و یا دیافراگمتون پایین بره. یه دونه دیگه. حالا آروم برگردید به ریتم معمول تنفس. هیچ فشاری نیارید برای تنفس. بدن کار خودش رو میکنه. ولی دقت کنید در همین حالت بدنتون، ذهنتون آروم میشه. بدنتون ریلکس میشه. دقت کنید که دنیای بیرون و درونتون داره آروم میگیره. به بالا و پایین رفتن قفسه سینه‌تون دقت کنید. همینطور به بالا و پایین رفتن شکمتون دقت کنید. هر وقت حواستون پرت شد با خودتون مهربون باشید. خیلی طبیعیه. با مهربونی و آرومی ذهنتون رو برگردونید به زمان حال و تنفستون. حالا توجه کنید به بالاترین نقطه سرتون. با اینکه چشماتون بسته است، سعی کنید ببینیدش. اجازه بدید ریلکس بشه. با هر نفس تنش‌ها رو از نوک سرتون رها کنید. بریم سراغ گوش ها. ببینیدش. اجازه بدین آروم بگیرن. با هر نفس تنش ها رو رها کنید. شقیقه ها، ببینیدشون. تنش ها رو رها کنید از شقیقه ها.
چشم ها بذارین آروم بگیرن. تنش ها رو رها کنید از چشم ها. گونه ها رو تو ذهنتون ببینیدشون. بذارین آروم بگیرن. فک، دهان و زبانتون ببینیدشون. بذارید با هر نفس ریلکس بشن. گلوتون، گردنتون تنشی داره؟ رهاشون کنید. با هر نفس آروم و آرومتر بذارین بشه. شونه هاتون تنشی داره؟ دردی داره؟ با هر نفس که میکشین بذارید آروم بگیرن. پشتتون، کتفاتون اجازه بدین ریلکس بشن. قفسه سینه‌تون تنشی هست؟ دردی هست؟ ناراحتی هست؟ بذارید تنفستون اونو آروم بکنه. بازوها، آرنج، ساعد، مچ دست، کف دست، انگشت‌های دست، نوک انگشت و بندهای انگشت‌ها. بذارید با هر نفس آروم بگیرن. کمرتون با چشمهاتون ببینیدش. میتونید با هر نفس تنش‌ها رو ازش دور کنید و آرومترش کنید. شکمتون گرهی، دردی، تنشی توش هست؟ ببینیدش. هر نفس شما میتونه شما رو آروم و آرومتر کنه. حالا باسن، لگن، ران پاتون تمرکز کنید. زانوها، ساق، پا، مچ پا، کف پا، انگشت‌ها و بندهای انگشت‌ها، نوک انگشت‌ها. کجا گرفتگی و دردی هست؟ با هر نفس بذارید آرومتر بشه. حالا از بالای سر تا کف پا تو ذهنتون تصور کنید کل بدن ریلکس بشه.
در این لحظه که ما اینجا هستیم همه چیز آرومه. در این لحظه که ما اینجا هستیم ما در امنیتیم. تمام سلول هاتون رو ریلکس کنید. حالا تمام بدنتون رو بپذیرید همینطور که هست. همینطوری عالیه. همینطوری معجزه است. همینطوری بی نقصه. دنیای درون و بیرونتون آرومه. و شما در امنیت و آرامش هستید. چند نفس دیگه در این حالت باقی بمونیم. با شمارش معکوس من از مدیتیشن خارج بشید. 5 4 3 2 1